سرخط خبرها: طالبان 9.98 میلیون دلار برای مقابله با تغییرات اقلیمی تصویب شد. بزرگترین حمله آمریکا به حوثی‌ها. دونالد ترامپ به ایران هشدار دادیم دیگر بس است. و گردبادهای مرگبار در ایالات متحده آمریکا جان 32 نفر را گرفت. با نام و یاد خدا خوش آمدید به خبرهای این ساعت از افغانستان و جهان. اداره حفظ و مراقبت از محیط زیست اداره طالبان میگوید که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در کشور 9.98 میلیون دلار بودجه از سوی تسهیلات جهانی محیط زیست GEF تصویب شده است. به گفته این اداره این بودجه در نشست شورای صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته و در چارچوب این صندوق به تصویب رسیده است. این اداره در خبرنامه گفته است که این بودجه به هدف تمویل پروژه پاسخدهی به تغییرات اقلیمی مبتنی بر جامعه از طریق جنگلکاری و بهبود معیشت تامین شده است. در این خبرنامه آمده است که از مجموع این بودجه 8.98 میلیون دلار آن از طریق تسهیلات جهانی محیط زیست و 1 میلیون دلار باقی مانده آن به عنوان همکاری مالی از منابع داخلی برنامه توسعه سازمان ملل متحد تامین خواهد شد. گفتنی است که این پروژه برای 5 سال و در ولایت‌های بدخشان و کنر تطبیق خواهد شد. هدف این پروژه جنگلکاری و بهبود معیشت باشندگان محلی به هدف مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی عنوان شده است. گزارش‌ها از ادامه حملات آمریکا به موضع حوثی‌ها در یمن حکایت دارد و کاخ سفید از کشته شدن چند مقام حوثی خبر داده است. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به شبکه CBS نیوز گفت که حملات آمریکا به یمن تا زمان ادامه خواهد داشت که حوثی‌ها دیگر توانایی حمله به کشتیرانی جهانی و نیروی دریایی آمریکا را نداشته باشد. او گفت که حمله زمینی آمریکا به یمن مطرح نیست. فکر نمی‌کنم در حال حاضر نیاز به این کار باشد. آقای روبیو همچنین گفت که حوثی‌ها به هیچ وجه بدون حمایت ایران نمی‌توانند به کشتیرانی بین‌المللی حمله کنند. پک هگس وزیر دفاع آمریکا هم گفته است که ایالات متحده تا زمانی که حوثی‌ها به اقدامات نظامی خود علیه دریایی‌های آمریکا و کشتیرانی جهانی پایان ندهند به حملات بی‌وقفه خود ادامه خواهد داد. آقای هگس که ساعات پس از آغاز حملات آمریکا علیه این گروه با شبکه فاکس نیوز صحبت می‌کرد گفته که این حملات پاسخ به ده‌ها حمله حوثی‌ها و کشتی‌ها از نوامبر 2023 است و همچنین به عنوان هشداری به ایران برای توقف حملات از این گروه محسوب می‌شود. آقای هگس بیشتر در حساب از شبکه اکس خود نوشت ایران در جریان باشد که حملات حوثی‌ها و کشتی‌ها و هواپیماهای آمریکایی تحمل نمی‌شود. این حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که شما یعنی حوثی‌ها بگوید ما دیگر به کشتی‌ها شلیک نمی‌کنیم، ما دیگر به دارایی‌ها حمله نمی‌کنیم. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که گردبادهای شدید که بخش‌های مختلف ایالات متحده را درنورده‌اند تاکنون جان دست کم 32 نفر را گرفته و خسارات هنگفتی بر جا گذاشته‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایالات میسوری، کانزاس، آرکانزاس، اوکلاهاما و تگزاس بیشترین آسیب را از این طوفان‌های ویرانگر متحمل شده‌اند. طبق این گزارشات بیشترین تلفات در ایالات میسوری ثبت شده است، جایی که حداقل 12 تن جان باخته‌اند. با گزارش شبکه خبری CNN در کانزاس نیز تعداد قربانیان به 8 تن رسیده است. گردبادها علاوه بر تلفات جانی موجب واژگونی، موترها و کامیون‌ها تخریب منازل مسکونی و قطعی گسترده برق شده‌اند. به گفته شاهدان عینی این گردبادها همچون قف‌های خروشان از دل آسمان فرود آمده و در مسیر خود همه چیز را نابود کرده‌اند. تصاویر منتشر شده از مناطق آسیب دیده نشان می‌دهد که درختان ریشه‌کن شده، خانه‌ها با آوار تبدیل شده و جاده‌ها مسدود شده‌اند. و امدادگران و تیم‌های نجات در حال تلاش برای کمک رسانی به ساکنان مناطق آسیب دیده هستند، اما وسعت تخریب عملیات امدادی را دشوار کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هزاران تن همچنان بدون برق به سر میبرند و برخی از جاده‌ها نیز به دلیل ریزش آوار غیر قابل عبور شده‌اند. مقامات محلی از ساکنان او خواسته‌اند تا برای مقابله با احتمال وقوع گردبادهای بیشتر تدابیر ایمنی را رعایت کرده و به هشدارهای هواشناسی توجه کنند.